سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دنیا کلیدری هستم. به آموزش این قسمت خوش اومدید. امروز قرار همراه هم یک تاپ رو داخل نرم افزار کلو تیریدی الگو سازی و طراحی کنیم. ممنون از همراهی شما. اول از همه من میام قسمت فایل، قسمت اوپن پروژکت، یه لباس پیش‌فرض رو باز میکنم که قبلا ساختم. خب صرفا به خاطر پوشش این مانکن هست که من بتونم داخل سایت دیگه هم بارگذاری کنم. الگو رو انتخاب میکنم، فریزش میکنم یا کنترل کا. شما قطعا اینو ندارین، پس این قسمت رو ازش صرف نظر کنید. میتونم یه فبریک دیگه ایجاد کنم به این صورت. از اینجا ابزار پالیگون کلید میانبر اش رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کشیدن اول از همه خط یقه. شما میتونید خط رو بکشید، یه تک کلیک چپ کنید، بکشید، ببینید هلالش ایجاد شد. برای اینکه از این حالت خارج بشه دیلیت کیبورد رو میزنید. بعد از اون میتونیم سرشونه رو بکشیم، حلقه آستین، دوباره دیلیت کیبورد، قسمت پهلو، خط پایین لباس و قسمت CF به این صورت. میام توی ابزار ترانسفورم پترن کلید میانبر A، الگو رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و گزینه سیمتریک پترن ویز سوینگ کنترل D به این صورت. الگو رو انتخاب میکنم، روش راست کلیک، کپی و راست کلیک پیست. قسمت پشت انتخابش میکنم، قسمت پشت رو توی محیط تیریدی در قسمت پشت آواتار قرارش میدم به این صورت. قسمت جلو رو انتخاب میکنم، نزدیکتر میکنم به خود آواتار. مرحله بعدی دوختن خط پهلوها و سرشانه CF و CB هست. میام توی ابزار سگمنت سوینگ کلید میانبر N، اول CF رو میدوزم. قبل از اینکه بخوام اینجا دوخت رو انجام بدم میام الگوی پشت رو انتخاب میکنم، روش راست کلیک میکنم و کنترل G. اینجا بشه روی پارچه، اینجا بشه چپه پارچه یا پشت پارچه. حالا میام مجدد توی ابزار سگمنت سوینگ پهلوها رو به هم میدوزم به این صورت. سرشونه ها به هم دیگه دوخته میشه و CB هم به هم. سیمولیت رو میزنم یا از اینجا یا کلید اسپیس به این صورت. فرم کلی کار ما شکل گرفته. خب اینو میارم یه خورده بالاتر. اینجا فبریکم رو دوباره ایجاد میکنم. این دوتا رو میدم داخل این. شروع میکنم به کشیدن الگوی شلوارم. از اینجا به این صورت اینجا کلیک میکنم و میکشم که انحنای قسمت باسن در قسمت پهلو ایجاد بشه و کلید دیلیت کیبورد رو میزنم و نقاط رو به هم وصل میکنم. میام تو ابزار ادیت پترن، این نقطه رو انتخاب میکنم، به وسیله فلش های روی کیبورد میام سمت چپ، این نقطه رو انتخاب میکنم به همین صورت و میام پایین خورده. کلید C کیبورد رو فشار بدیم که بتونید منحنی رو ایجاد کنید. میام ابزار ترانسفورم پترن، الگو رو انتخاب میکنم، روش راست کلیک میکنم و گزینه سیمتریک پترن ویز سوینگ رو میزنم. الگوها رو جفتش رو انتخاب میکنم، راست کلیک، کپی و پیست. انتخابشون میکنم، توی محیط تیریدی در پشت آواتار قرار میدم. راست کلیک میکنم، فلیپ هوریزونتال، کنترل G. الگوها رو به خود آواتار نزدیک میکنم. الگوی جلو هم همینطور. توی قسمت پشت به وسیله ابزار ادیت پترن کلید میانبر Z این نقطه رو انتخاب میکنم. 1 سانت، 2 سانت،
3 سانت اومدم بیرون و یه خورده این هلال رو داخل تر میبرم. ابزار ترانسفورم پترن کلید میانبر A، الگوها رو جابجا کردم به این صورت. برای عمل دوختن میام توی ابزار فری سوینگ، کلید میانبر A، میخوام از اینجا دوخته بشه به اینجا. پس به این صورت از این نقطه تا این نقطه دوخته بشه به این نقطه تا این نقطه. دوختم انجام شد. یه خورده من الگو رو میارم این ورتر به این صورت. دوباره میرم تو ابزار ترانسفورم، دوباره میرم تو ابزار فری سوینگ، کلید میانبر M و میخوام این قسمت دوخته بشه به این قسمت. پس میام اینجا این دوتا رو به هم دیگه میدوزم به این صورت. مرحله بعدی قسمت فاق هست. قسمت جلو دوخته میشه و در نهایت قسمت پشت دوخته میشه به این صورت. تو ابزار ترانسفورم پترن الگوها رو یه خورده جابجا میکنم. میام الگوی قسمت بالا تنه رو انتخاب میکنم، راست کلیک و گزینه فریز رو میزنم. این قسمت شلوار رو کامل انتخاب، روش راست کلیک و کنترل H استرنج. میخوام ضخامت کارم زیاد بشه. یه فبریک دیگه ایجاد میکنم، الگوی شلوار رو میفرستم داخلش به این صورت. حالا سیمولیت، الگو رو انتخاب میکنم، قسمت شلوار و آن استرنج، کنترل H، دوباره سیمولیت رو میزنم. یه خورده الگوها رو از هم فاصله میدم و قسمت ادیت پترن این خط رو انتخاب میکنم. و همینطور این خط رو توی قسمت پشت. حالا 1 سانت، 2 سانت، 3 سانت میام سمت راست، دوباره سیمولیت رو میزنم. در نهایت به وسیله ابزار ترانسفورم پترن این الگو رو انتخاب میکنم و دیلیت کیبورد رو میزنم، مجدد سیمولیت، که این الگو شلوارش درست شد، گیر میکرد به الگو زیریش. بسته به اینکه شما چه مدل شلواری رو در نظر دارین میتونید این بیس شلوار رو تغییر بدین. اول از همه قد شما بلندتر میکنم، کلید میانبر Z ادیت پترن، دستمو میذارم روی کلید شیفت، میام به سمت پایین و راست کلیک میکنم. به عنوان مثال 10 سانت فعلا بیایم پایین ببینیم چه شکلی میشه و سیمولیت رو میزنم. از قسمت خط کمر میام به سمت پایین 2 سانت، 3 سانت، 4، 5، 6، 7، 8 سانت اومدم پایین تا زیر نافش. حتی میتونم یه خورده دیگه هم بیام پایین. 9، 10. خب شلوارش بشه این قسمت، فاقش کوتاه بشه. میخوام روی این الگو یک برش ایجاد کنم. میخوام روی این قسمت الگو یک پارچه دیگه به این صورت اضافه کنم که ببینیم چطوری میشه. ابزار پالیگون انتخاب میکنم، کلید میانبر H و میخوام از این قسمت به صورت یک هلال یه پارچه دیگه داشته باشیم. دورگیری کردم. ببینید یک پارچه دیگه من الان این قسمت دارم. میام ابزار فری سوینگ یا سگمنت سوینگ. سگمنت سوینگ رو انتخاب میکنم. این قسمت به این قسمت دوخته میشه، اینجا هم به اینجا. این قسمت پایین هم قراره به اینجا دوخته بشه ولی با ابزار فری سوینگ. یعنی من میگم از اینجا تا اینجا دوخته بشه به، ببینید یه نقطه اینجا ایجاد میکنه برای من تا این قسمت، و از اینجا تا اینجا دوخته بشه به این قسمت تا این قسمت و سیمولیت رو میزنم. قسمت دوم دوخته شد، روش راست کلیک میکنم، کنترل H،
بعد میخوام از این قسمت یه سری بند بیاد توی قسمت اینجا. محلش رو حدوداً مشخص میکنم، به عنوان مثال این قسمت، و کلید X رو فشار میدم. اینجا یک کلیک میکنم، بر من یک نقطه ایجاد شد. مجدد میام اینجا یک کلیک کردم، حالا اینجا یک کلیک میکنم و یک نقطه برای من ایجاد میشه. میام ابزار رکتنگل مستطیل با کلید میانبر S یه چپ کلیک میکنم و اینجا میگم مثلا 2 سانت باشه در 50 سانت، یا میتونه اینجا 50 باشه، این قسمت 2 باشه که افقی قرار بگیره. و چند تا ازش میخوام، فعلا 3 تا ایجاد میکنم به این صورت. این 2 تا رو انتخاب میکنم، فریزشون میکنم. این یه دونه رو میارم اینجا، این قسمت میچرخونمش، انتخابش میکنم، میچرخونمش. خب میام تو ابزار فریز سویت، من میخوام از این قسمت تا اینجا دوخته بشه به این نقطه‌ای که دارم. پس میام میگم اینجا تا اینجا دوخته بشه به این نقطه تا این نقطه، و از اینجا تا اینجا دوخته بشه به اینجا تا اینجا، به اینجا، به این سمت. پس میام میگم اینجا تا اینجا دوخته بشه به، تو خط پهلو هم باشه خوب میشه. این نقطه رو صرف نظر میکنم، میگم بیاد این قسمت دوخته بشه. بعد سیمولیت رو میزنم، میام الگو رو انتخاب میکنم، وسطش دابل کلیک میکنم، قرمز که شد از 2 طرف کوتاهش میکنم، دوباره سیمولیت، مجدد کوتاهش میکنم به این صورت. یک بار دیگه کنترل زد میزنم، الان میخوام این خط از اینجا تا اینجا دوخته بشه به این قسمت تا این قسمت. این اندازش 9.48. اد پوینت رو میزنم، اینجا راست کلیک میکنم، اینجا می‌نویسم 9.48 و اوکی رو میزنم، یه نقطه ایجاد شد. خب اینجا باید یک خط داشته باشم تا این دوتا به هم دوخته بشه. کلید میانبر G اینترنال پالیگون لاین، میام اینجا یه خط میکشم، چونم شیفت رو نگه دارم خطم صاف رسم بشه. و میام توی ابزار فری سوینگ میگم از اینجا تا مثلا میگم اینجا دوخته بشه به اینجا تا اینجا. و سیمولیت رو میزنم که این قسمت پهلوش درست دیده بشه. ادیت پترن، این خط رو پاک میکنم. خب چون این دوتا سیمتریک پترن هم دیگه هستن، اگر دقت کنیم من اینجا یه خط کشیدم، این سمت هم یک خط ایجاد شد. مجدد میام از مستطیلای دیگه استفاده میکنم. این دوتا رو فعلا پاک میکنم، میام از این یک کپی و پیست میگیرم اینجا. ترانسفورم پترن، الگو رو انتخاب میکنم، میارمش جلوی آواتار به این صورت، دابل کلیک میکنم، اینو باید یه خورده بزرگترش کنم و محل دوختش رو مشخص میکنم که باید به کجا دوخته بشه. میام توی اد پوینت راست کلیک میکنم، مثلا 4 سانت پایین‌تر و
اینو غیر فعال کردم، همین یه دونه کافیه و اینجا 2 تا 3 تا داشته باشیم. حالا میام توی ابزار فیلسویت میگم از اینجا تا اینجا این قسمت دوخته بشه به اینجا تا اینجا و این قسمت پهلو از اینجا تا اینجا دوخته بشه به پهلوی کارم، قسمت چپ اینجا. قبلش باید نقطه براش ایجاد کنیم. من حدودا اینجا کلیک کردم، حالا اگه جاش خوب نبود تغییرش میدیم. پس از این نقطه تا این نقطه دوخته بشه به این نقطه تا پایینش و سیمولیت رو میزنیم. ترانسفورم پترن وسطش رو دابل کلیک میکنیم و الگو رو کوچیک میکنیم. به این صورت میام تو ابزار ادیت پترن خط رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و این خط رو یه خورده دارم میرم داخل. آینه الگو رو انتخاب میکنم، چند سانت پایین تر، 4 سانت یا 5 6 ها پایین تر. بعد از اون این خط ها رو انتخاب میکنم و 1 سانت 2 سانت 3 سانت 4 اومدم بیرون. بعد این قسمت فوق رو 1 سانت 2 سانت 3 سانت 4 سانت میام داخل. این قسمت رو هم همینطور 1 2 3 4 1 سانت دیگه هم میام داخل و سیمولیت. از طرف دیگه کمرش هم میارم پایین تر، 1 2 3 4 5 البته جالب نمیشه و میتونم یه خورده شلوارش رو بیارم پایین تر. این خط فوقش هم ببرم بالاتر، 2 سانت میبریم بالا، سیمولیت رو میزنیم. از این قسمت این نقطه انتخاب 1 2 3 بیایم بیرون. باز هم میتونیم بیایم، دوباره انتخاب میکنم، شیفت
2 3 4 از قسمت پایین هم همینطور 1 2 3 کفش آباسا رو انتخاب میکنم. کالر، خب کفشاشو مشکی. بعد میتونید بیاین روی خود آباسا کلیک کنید. از قسمت اینجا حالا میتونید تکسچر خود آواتار رو تغییر بدید و از این قسمت میتونید مثلا خود آواتار رو کلا چهرش رو تغییر بدید. چند تا اسم دارن، حالا یکیش رو میتونید انتخاب کنید اینجوری و رنگ لبش رو انتخاب کنید. و قرمز باشه، موهاش چه رنگی باشه، اینجا لباس زیرشه نود باشه، ابروهاش مثلا چه رنگی باشه. خب و اوکی رو بزنید. بعد میام از این قسمت موهاشم تغییر بدم. بستگی داره که چند تا مدل مو شما اینجا اد کرده باشید. یه بار سیمولیتور میزنید. خب حالا میام قسمت الگوی بالا تنش. الگوی شلوار رو انتخاب میکنم. راست کلیک فریز. الگوی بالا تن انتخاب راست کلیک آن فریز. یه بار سیمولیتور میزنم. حالا میام قسمت پشت ادیت پترن. این خط رو میبرم بالا که صاف باشه. بعد میتونید به وسیله ابزار ادیت سویک خط رو انتخاب کنید، راست کلیک و مرج. بیاین توی ادیت پترن راست کلیک و این خطا رو پاک کنید. این خط رو، این قسمت، این نقطه رو انتخاب کنم، میارم بالا و ویرایشش میکنم. نقطه انتخاب میارمش پایین. یقه لباسم رو اونجور که مد نظرم هست ادیت میکنم. به مرحله بعدی میام به وسیله ابزار اینترنال پالیگان لام براش برش ایجاد میکنم. چون یه خط اینجا بکشید
ادیت کرویتور اینجا رو به سمت پایین بریم و بعد ببریمش بالا. میام ابزار ادیت پترن، این نقطه رو میارم بالا، این نقطه رو انتخاب میکنم، راست کلیک، بعد میتونم دوتا رو انتخاب کنم، یقام این خورده ببرم بالاتر، و این خط رو انتخاب کنم، راست کلیک، کاتنسو. بیام اینجا ادیت سوینگ، این خط رو انتخاب کنم، دیلیت سوینگ، سیمولیت رو میزنم، سریع برم دارم. حالا میام ابزار زیپ و میام از اینجا تا اینجا و از این قسمت تا این قسمت سیمولیت رو میزنم. اینجا یه زیپ داره، میام قسمت پشت و برش مد نظرم رو ایجاد میکنم. میخوام از اینجا بس کنم به اینجا و به وسیله ادیت کرو، البته جالب نمیشه، یه هلال ملایم بازم اینجوری و انتخابش کنم، راست کلیک، کاتنسو، که برش داشته باشیم. بعد میام ادیت پترن، انتخاب کنم یقه رو، راست کلیک کنم، آفست از اینترنال لاین، الان خودش نیمه، من میذارم 1 و اوکی، راست کلیک، کاتنسو و سیمولیت. این خط رو هم انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، این خط، راست کلیک، آفست از اینترنال لاین، اوکی. خب این انتخاب نشده، اینو مجدد انجام میدم، انتخاب کنم همه رو با هم، راست کلیک کنم، کاتنسو رو میزنم، بعد سیمولیت. خب یقه پشت رو هم انتخاب، راست کلیک، آفست از اینترنال لاین 1 سانت، راست کلیک و کاتنسو. حلقه لباس رو هم انتخاب میکنیم، راست کلیک میکنیم، آفست از اینترنال لاین و به اندازه میتونه 1 سانت آره باشه و راست کلیک، کاتنسو و سیمولیت. به این صورت. اینجا میام از این نقطه به سمت پایین، از اینجا به سمت پایین، کنترل Z زدم، دوباره از اینجا و از اینجا با شیفت ستایشون انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، کاتنسو رو میزنم. خب حالا الگو رو انتخاب میکنم، راست کلیک کنم و لیر کلام آنده و سیمولیت رو میزنم. بعد میام همشون رو با هم انتخاب، اینجا میذارم 1 2 اینتر میزنم و سیمولیت رو میزنم. بعد شلوارشم از قسمت فریز خارجش میکنم و سیمولیت. یه همچین چیزی شد. این الگو رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، الگو دیگه و ریموو لینک ادیتینگ. بعد میام خطر رو پاک میکنم و سیمولیت رو میزنم. و اینکه میام اینجا راست کلیک میکنم،
و سیمولیتور میزنم. از این قسمت خب این خطر رو دیگه از بین برد برام، دیگه نشون نمیده. اینم این قسمت. این دوتا بند رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، راست کلیک، لایر کلام آنده، از یکی گرفت از این یکی نگرفت، اینم اینجا و سیمولیت. چونم این قسمت رو و این قسمت رو انتخاب کنم، یه خورده بلندش کنم نباشه. این مال اینه. حالا این دوتا رو انتخاب کنم، یه کوچولو بلندترش کنم. اویبو شلوارم هم انتخاب کنم و یه لایر ازش بگیرم. از قسمت میتونید پوز آواتار رو تغییر بدید. میتونید الگوی شلوار رو انتخاب کنید. این قسمت تکسچر